قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 92. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. سال 1573 بلخ، سال 1574 حصار، سال 1578 سمرقند و نهایت سال 1582 تاشکند را به تحت تصرف خود درآورد. سال 1583 پس از فوت پدر عبدالله که با نام عبدالله خان دو معروف گردیده است، برخلاف رسوم موجوده که می بایست فرزند کلانی خاندان به تخت می نشست، حکمرانی مملکت اعلان کرده شد. اکنون او عملاً و رسماً به تمام حقوق حکمرانی مطلق سلطنت صاحب گردید. او در بین خاقانهای شیبانی یگانه کسی بود که در مبارزه ضد خودسری صاحبان ملک موفق شده دولتی تا یک اندازه متمرکز به وجود آورده توانست. ولی عبدالله خان دو با این همه قناعت نکرده، آرزویی به قلمرو خود برگردانیدن همه آن ملک‌های را که زمان سرسلسله این خاندان محمد شیبانی خان فتح کرده بود در دل می پرورید. در حقیقت هم برخلاف پیشگذشتگان بی‌تاریخش، او در این راه پیروزی‌های نمایان به دست آورد. یکی از سبب‌های این موفقیت البته حاکمیت نامحدودی او بود. یگان اقدامی وی به ناز و نوز و قرار دیگر اعضای خاندان سلطنتی وابستگی نداشت. در سال 1584 عبدالله خان دو بدخشان را ضبط کرد. سال 1588 هرات و پس بسیار شهرهای دیگری خراسان به تصرف او در آمده. فتح خوارزم قوت و وقت زیادی را طلب نمود. او را لازم آمد 3 مرتبه به آن جانب لشکر کشد تا که نهایت سال 1595 کم و بیش در آنجا حاکمیت خود را برقرار سازد. به انجام رسیدن جنگ‌های بین خودی و به درجه معین مرکزیت یافتن دولت برای به حالت مقرری در آوردن حیات خواجگی بعضی زمینه‌های مساعد فراهم نمود. عبدالله خان دو ظاهراً خادم برجسته دولت بود. در نقل و روایت‌های خلقی تعمیر و بناکاری‌های زیادی از قبیل ساختمان انشاءات‌ها، راه‌ها، سردابه‌ها، پل‌ها، کاروانسرای‌ها، تیم‌های تجارت و امثال اینها به نام او مربوط گردیدند. این نقل و روایت‌ها اساسی واقعی دارند. در سرچشمه‌ها بعضی کارهای آبیاری یادآوری می‌شوند که با امر او انجام یافتند. چنانچه در غات نورعطا برای پیشگیری سیل، تعمیر کانال‌های ناحیه سوران، آبانبار کنار دریای کشکه، پوری در نزدیکی غژدوان بوده زرفشان که از افتش با مقصد برداشتن آب و به جویبارها تقسیم نمودن آن نیز خدمت می کرد، از همین قبیلند. عبدالله خان دو به مسئله تجارت داخلی و خارجی دقت مخصوص می داد. این را آبادانی راه‌های کاروانگرد و عموماً بهتر نمودن شرایط تجارت که در عهد او به وقوع پیوسته اند ثابت می نماید. در این بابت اصلاحات پوری او، وظیفه و نتیجه های ابجکتیوی آن خیلی جالب توجه می باشد.
جنگ و نزاع‌های متصل فئودالی که تقریباً مدت 50 سال در سرزمین آسیای میانه دوام کردند، برای تجارت و گردش پول وضعیت خیلی نامساعد به میان آوردند. حاکمان مستبد و خودسری ملک‌های خاصه در مسئله پول هم سیاست مستقلانه خود را جاری کردن می‌خواستند تا که از این ماده درآمد نیز هرچه زیادتر فایده به دست آورند. آنها همه مقررات معامله‌های دولتی را ویران کردند. این را هم باید به نظر گرفت که در نتیجه به درجه لازمه نبودن استخراج معدن و از خارجه وارد نشدن آن، احتیاج به مواد نقره در مملکت تا رفت بیشتر به میان می آمد. در چنین شرایط از طرف حاکمان ملک‌های خاصه گستاخانه سکه زدن و به گردش انداختن پول‌های نقره باعث آن گردید که ذخیره آنها در معاملات تجارتی تدریجاً کم شدن گرفت. پول‌های نقره با دو راه ناپدید می گردید. یک قسم آنها برای روزی نیک پنهان کرده می شد، قسم دیگری آنها از پی فایده به خارجه می رفت. این طریقه کاهش یافتن نقره در حالت احتیاج زیاده به آن، تناسبی بین میس و نقره را در خرید و فروش تغییر داده، سببگاری از هم به درجه زیاد تفاوت کردن ارزش بازاری و رسمی دولتی سکه های نقره گردید. بحران معاملات پولی به اندازه تند و تیز گردیده بود که مداخله جدی را طلب می‌کرد. این وضعیت را محض اصلاحات پولی عبدالله خان دو برطرف نمود. در منبع‌های خطی از این دولتی به طور طبیعی از نو تقسیم کرده می شدند. در عصر 16 صاحبان اساسی زمین‌های انعامی دولتی گروه نوی صنف فئودالان، اعضای سرشمار خاندان سلطنتی و طبقه بالای با شیبانیان آمده
طایفه های صحرانشین ازبک گردیدند. چنان که خاطر نشان گردید، دولت شیبانیان از مجموع ملک های خاصه فراهم آمده بود. اساس اقتصادی این ملکیت عبارت از آن بود که ملکدار می توانست خراج و اندازهای زمینی دولتی به طریق انعام صاحب شده اش را تماما یا قسما، هر دو نوع هم معمول بود، به نفع خود جمع آوری نماید. ملک های کلان انعام شده را در عصر 16 نیز سیورغال می نامیدند. صاحبان چنین ملک ها یک قطار مسئولیت ها داشتند. از جمله می توانستند نسبت به مالیات زمینی انعام گرفته اشان کاملا موافق ثوابدید خود اختیارداری کنند. تدریجاً کار به درجه رسید که آنها نیز در نوبت خود یک قسم زمینی دولتی ملکشان را به زمره‌های نسبتاً خرد اعیان و اشراف، روحانیان و نمایندگان طبقه حربی تقسیم کرده می‌دادند. به این طریقه سلسله درجه‌های انعام زمین به وجود آمد که این امر واقعی در سندهای رسمی عصر 16 واضح و روشن قید گردیده است. این قبیل انعام‌های درجه پایین‌تر را که از طرف حکومت مرکزی و یا صاحبان ملک‌های خاصه داده می‌شدند، نیز با اصطلاح سیورغال افاده می‌کردند. در عین زمان اصطلاحات دیگری هم وجود داشتند. چنانچه انعامی را که برای خدمت‌های حربی داده می‌شد، در این عصر اکثراً تنخواه و اقطاع می نامیدند. دیگر کاتگوری زمین از روی حقوق مالکیت، ملکی فیادالی، یعنی زمینی که قسم عایدات آن به فایده دولت و قسم دیگرش به نفع شخصی جداگانه فیادال استفاده می شد، نهایت کلان بود. در اینجا 3 تمایل به نظر می رسد. اول آنکه اعضایان خاندان شیبانیان و طبقه بالای طایفه های صحرانشین ازبک تمام سعی و کوشش خود را برای صاحب شدن به زمین های ملک صرف می کنند. قسم زیادی زمین های ملک با راه مصادره تیموریان، اشراف تیموری و عملداران فرصتی به طرف شیبانیان گذشتن را نیافته و حتی در موردهای جداگانه توسط مصادره روحانیان به دست اصطلاحگران می درآمد. بعدتر چنان که از سندهای رسمی عصر 16 برمی آید، اعضایان خاندان سلطنتی و طبقه بالانشین طایفه های ازبک هم در دیهات و هم در شهر به خریدن ملک ها خیلی وسعت دادند. تمایل دوم که در این بابت هم سندهای رسمی شهادت می دهند، تجزیه زمینهای ملک از روی درآمد سالیانه بین دولت و فیادال متناسباً تقسیم شدن آن می باشد. مثلا اگر حصه دولت از 2 قسم درآمد زمینی ملک و حصه فیادال از 1 حصه آن را تشکیل نماید، آنگاه پس از تقسیمات از 2 قسم زمینی ملک به زمین دولتی و از 1 قسم آن به زمین حر خالص یعنی ملک خصوصی تبدیل یافت. در نتیجه چنین تقسیمات ذخیره زمین‌های ملک کم می‌شد. باز یک منبع کاهش زمین‌های ملک در آن دوره به اندازه خیلی زیاد برای وقف بخشیدن آنهاست. از این خصوص در پایین سخن خواهد رفت. و نهایت چنان که از سندهای عصر 16 و دوره‌های من بعد معلوم می شود، دولت زمین‌های ملک را بیش از پیش همچون ذخیره برای پاداش فیادالی استفاده می نمود. در این مورد دولت حصه درآمد خود را از زمین‌های ملک انعام می کرد. این نوع پاداش را از سفیدکنی زمین ملکی دولت ملکدار را از خراج درآمد سالیانه آزاد می کرد و آن صاحب تمام درآمد زمین می گردید، باید
فرق نمود. دولت زمین‌های ملک را مثل زمین‌های دولتی برای پاداش استفاده نموده، حصه درآمد خود را از این زمین‌ها می توانست نه اینکه به مقدار بلکه به شخصی تماماً دیگر انعام کند. در این حالت یک قسم درآمد سالیانه زمین را در اساس پاداش شخص دیگر صاحب می شد. وزن قیاسی زمین‌های کاتگوری ملک حر خالص در عصر 16 آنقدر کلان نبود، ولی تا رفت می افزود. سندهای رسمی در این دوره دو راه افزودن مقدار این قبیل زمین‌های کاملا مالکیتی خصوصی گردیده را نشان می دهد. یکی چنان که در بالا قید کرده شد تقسیم شوی زمین‌های ملک در بین دولت و فیادال، دیگری از طرف فیادالان خریده شدن زمین‌های دولتی. قابل توجه است که خرید زمین‌های دولتی همچون تبدیل دادن آنها به زمین‌های ملک به تقسیم نیم بعدی در بالا بیان یافته این زمین‌ها به رسمیت درآورده می‌شد. ذخیره زمین‌های وقف در عصر 16 هم از حساب زمین‌های ملک و هم یک اندازه از حساب زمین‌های ملکی حر خالص غنی‌تر گردید. مقدار زیادی مسجد و مدرسه و خانقاه‌های در دوام عصر 16 ساخته شده که همه آنها حتماً با مال و ملک وقف بیش از همه زمین تأمین می‌گردیدند، با این ادعا گواهی می‌دهند. غیر از این از عصر 16 وقفنامه‌های زیادی باقی مانده اند که بجز تأمینات اصلی برای ساختمان‌های خیریه از طرف شخصان جداگانه نثار شدن آنها را ثابت می‌نمایند. دولت از درآمد زمین‌های وقف گاها حصه خود را می‌گرفت و گاها نه، ولی خاقان‌ها اکثر وقت زمین‌های وقف را سفید می‌کردند. از این جهت عصر 16 از دوره‌های پیش کم تفاوت داشت. اما عجابت دیگر است. چنان که معلوم است اصلا زمین وقف تقسیم ناپذیر و عموماً دست نارس دانسته می‌شد. با وجود این در بعضی وقفنامه‌ها پدیده‌های تشویش و اضطراب از آن که فیادالان کلان به درآمد و مال و ملک وقف دست دراز کردنی می‌شوند به نظر می‌رسد. به این معنی خصوصاً وقفنامه‌ای که به نفع مدرسه شیبانی خانی سمرقند نوشته شده است روشن شهادت می‌دهد. مثلا در بین شرط‌های وقف گذار چنین تأکید یافته است: این مال و ملک وقف را به کسی به عاریت دادن نشاید که از آن خوف غصب این مال و ملک عاریتی به میان می آید، من جمله به ستمکاران، کسانی خصومت پرور و ترسانگیز، سلطان ها. این مال و ملک وقف به هیچ وجه به اجاره عملداران و آدمانی که از آنها رویانیدن حق عاریت دشوار و یا ناممکن است دادن نشود. زمین و مال و ملک وقف عادتاً در اختیار متولی بوده. هدیه‌نامه در دست یکی از اولادان شخصی وقف گذار نگاه داشته می‌شد. وقف برای روحانیان یکی از واسطه‌های استثماری بیرحمانه طبقه های مهنتکش اهالی مملکت و مهمترین وسیله ثروتمند شدی آنها محسوب می‌یافت. شیخ و ایشان‌های دو طریقت صوفیه خیلی بانفوذی آسیای میانه، کبرویه و نقشبندیه، از بزرگترین اختیارداران زمین‌های وقف و نگهدارندگان وقفنامه‌ها به شمار می‌رفتند. شیخانی درویش ثروت بسیاری را به دست آورده بودند. مثلا دارایی خواجگان جویباری حد و حساب نداشت. معاصر عبدالله خان دو خواجه اسلام جویباری دارای گله و رمه‌های بیشماری اسب، گوسفند، اشتر و زمین‌های کشتی بیکناری بود. خواجه اسلام به صیادی شغل ورزیده، سگ‌های زیادی شکاری نگاه می داشت
و چندین میری شکار به او خدمت می کردند. زیارت کنندگان اکثراً گیله‌گذاری می کردند که پیری مقدس از آدمان دیده با مرغان و سگان شکاری بیشتر صحبت می کند. 300 غلام خدمت بارگاه او را به جا می آورد و برای حساب و کتاب اقتصادیاتش اداره مخصوص وجود داشت. خواجه اسلام به تجارت هم مشغول می شد. کاروانهای او تا به مسکو رسیده بودند. همه این حکمرانان تاجدار و بی تاج، اشراف و روحانی، همه گونه شیخان و مریدانشان مردم را بیرحمانه غارت می کردند. در سندهای رسمی گاه باز یک کاتگوری زمین، قطعه خردی زمینی ملک یادآوری شده است که صاحب آن خودی کارنده زمین بوده است. ما درباره مقداری چنین ملک‌های دهقانان معلومات بی‌واسطه در دست نداریم، ولی مشاهده‌های غیر مستقیم نشان می‌دهند که ذخیره این قبیل زمین‌ها در عصر 16 و دوره‌های بعدینه تا رفت کم می‌شد. دهقانان زمین خود را به فیادلان دولتمند می‌فروختند. البته این با میل و اختیار آنان نبوده، بلکه تحت فشار فیادلان و یا در نتیجه ناچاری اقتصادی صورت می گرفت. در این بابت خصوصاً راری سودخوری و گرومانی کلان بود. دهقانان ملکدار نظر به قسمت باقی مانده کارندگان زمین یک درجه وضعیت امتیازناک داشتند، زیرا خراجی از درآمد سالیانه به دولت می پرداختگی آنها نسبت به آنچه که دیگر دهقانان به دولت و فیادلان می دادند کمتر بود. اما ناچیزی قطعه زمین، زیاد شدن اعضای خانواده و پیش آمدن تنگی معیشت باعث می گردید که دهقانان ملکدار هم از قرضداری به اسارت فیادلان و سودخوران گرفتار شوند. احوال دهقانان بی زمین اجاره نشین نهایت درجه بد بود. در عصر 16 مثل دوره‌های گذشته واحد اساسی خواجگی همان خواجگی دهقانی به شمار می رفت. زمین‌های همه گونه کاتگوری‌ها به طریق اجاره به دهقانان داده می شد. وضعیت دهقانان اجاره نشین یکسان نبود. از سندهای رسمی عصر 16 معلوم می گردد که اکثر وقت اجاره‌دار زمین‌های وقفی و دولتی فیادلان بودند. در این مورد دهقانان در زمین‌های اجاره گرفته فیادلان کرایه نشینی می‌کردند. شرط‌های کرایه نشینی خیلی گران بود، زیرا فیادل اجاره‌دار از دهقان کرایه نشین به اندازه دلخواه خود حق می‌ستانید. احوال دهقانان اجاره نشین و کرایه نشین باز از آن سبب هم بد می گردید که مهلت اجاره کوتاه بود. مثلا در وقفنامه ها بسیار وقت تاکید شده است که زمین نباید زیاده از 3 سال به اجاره گذاشته شود. در آسیای میانه عصر 16 زمینداری جماعوی ابشینگی و باقی مانده های محکم جماعه هنوز دوام می کرد. احوال دهقان جماعه از دهقان اجاره نشین خیلی کم تفاوت داشت، ولی او را چنین یک امتیازی بود: او می توانست از حقوق یک نوع اجاره دائمی استفاده نماید و بی مهلت به کشت زمین مشغول شود. گمان نباید کرد که دهقانان جماعه فقط در زمین‌های دولتی بودند. زمین جماعوی از یک مالک به مالک دیگر می گذشت. می توانست داخلی ملک یا تابعی وقف باشد، اما در هر صورت دهقان جماعه حقوق نسبت به اجاره دائمی داشته‌اش را از دست نمی داد و از همه مهمتر آن است که در وقت خرید و فروش زمین جماعه تقسیم نمی شد. در عمل این نه خرید و فروش خود زمین، بلکه به دست آوردن حقوقی از کارنده آن ستانیدن درآمد سالیانه بود. چون این حادثه ها هم ثبت شده اند که
زمین جماعوی به چند مالک تعلق پیدا نموده ولی بین آنها تقسیم نگردیده است. آنها فقط درآمد را به هم دیدند. ما در دست دلیلی نداریم که درباره تغییر یافتن یا نیافتن شکل استثماری عصر گذشته در عهد شیبانیان قضاوت کنیم. به خوبی اثبات شده است که حجم قانونی و معین قسم اساسی درآمد سالیانه زمین در عصر 16 معمولاً 30% حاصل کشت را تشکیل می کرد. گاها تا 40% هم می رسید و به شکل مال پرداخته می شد. غیر از این بسیار مالیات و اندازهای دیگری هم وجود داشتند که گاه به شکل پول و گاه با شکل مال ستانده می شد. حجم این مالیات و اندازها یقیناً معلوم نیست. وی اکثراً به خودسری حاکمیت مرکزی و مأموران محلی علاقمند بود. درآمد و حق اجاره از باغات و تاکزارها تعاملاً به شکل پول گرفته می شد. مثل پیشتره به طریق کار کرده دادن ادا نمودن اندازی زمین نیز وجود داشت. گواهی بی شبهه و بی گمانی احوال تباه دهقانان چنانکه در منبع‌های مختلف ذکر یافته است، زمین و جایهای مقیمی خود را گذاشته فرار کردن آنهاست. ظاهراً چنین حادثه به اندازه زیاد رخ داده است که حکومت مجبور شده است در این بابت تدبیرهای مؤثر از قبیل به زمین بند کردن دهقانان را پیش بینی نماید. از این لحاظ خصوصاً حجت‌های مربوط به فرغانه جالب توجهند. در آنها از خصوصی به جایهای خود برگردانیدن دهقانان فراری سخن می رود. در شهرهای آسیای میانه نیز همان کاتگوری های مالکیت زمین که در دهات وجود داشت عمل می کرد. چنانکه از سندهای رسمی آن وقت برمی آید یک حادثه هم به شهر و هم به دهات خاص بیش از پیش به دست اعضای خاندان سلطنتی، اعیان و اشراف و روحانیان عالی رتبه فئودالی جمع شدن مالکیت زمین می باشد. هم در شهر و هم در دهات این حالت از حساب خانه خراب شدن ملکداران خرد و حتی میانه به وقوع می آمد. برابر این در شهرها حادثه دیگر به دست فئودالان در آمدن دکانهای کاسبی، کارگاه‌های هنرمندی و منزل‌های اقامتی به عمل می آمد. پیشوران نه فقط زمین را بلکه اکنون جای کار و حتی اقامتگاه خود را هم به اجاره می گرفتند. این باعث افزودن نرم استثماری قوه‌های کاری شهر می گردید. غیر از این در شهر خراج‌های معمولی هم وجود داشتند. در این بابت جنکینسون نوشته است: خان بخارا یک ارزش همه گونه مالهای فروشی هنرمندان و تاجران را می ستاند که این تمامی مردم را بینوا خواهد کرد. بار خراج‌های شهر باز از آن سبب هم چندین مرتبه وزنین‌تر می شد که حاکمان غیر از مالیات و اندازهای رسمی خودسرانه شهریان را به پرداختن اندازهای علاوگی وادار می کردند. همچنین از اندازهای غیر مستقیم نیز استفاده می نمودند. شما گفتاری 90 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم خلفخان، کارگردان شیرعلی نغزلی.